آدما بعد از مرگ قدر همدیگه رو میفهمن. حالا که میخواهی بعد از مرگم قدر مرا بدانی، من همانم، اکنون جلو تو نشستم و شما هم همانید، جلو من نشستید. مهربان باشیم در حق هم دیگه، عفو بکنیم یکدیگر را، قدر یکدیگر را بدانیم. دعای خیر من پشت سر هم باشد.